هفته پیش تجمع و همایشی توسط جوجه طلبه ها و آخوندها در قم برگزار شد که کلی خوراک خبری طنز برای ما جور کرد. ولی خب از اونجایی که وقت برنامه رادیو پیک خیلی محدوده، ما نمیرسیم همه زوایای خنده‌دار این تجمع رو براتون تعریف کنیم. مثلا اون شعارهایی که روی پلاکارت‌ها نوشته بودن: ای آن که مذاکره شعارت، استخر فرح در انتظارت. یا اون یکی آخونده که نوشته بود: گرچه جیبا خالیه، روحیه ها عالیه. آره، البته من فکر کنم وزن و قافیه شعارش درست نبود. بهتر بود که به جاش بگه گرچه مغزم خالیه، مفخوری چه عالیه. آره، این بهتره. خلاصه دستشون درد نکنه، کلی سوژه طنز دستمون دادن، مخصوصا اون قسمتی که چند تا $10 رو گرفته بودن دستشون و آتیشش میزدن. البته اون دلارایی که آتیش میزدن قلابی بودن. آره بابا، جرأت این کارا رو ندارن، چون دلار اصلی ها تو جیب عبای خودشونه. خلاصه اینکه با این جنگولک بازی‌ها دردی از این جماعت زهوار در رفته دوا نمیشه. فعلا که علل حساب کارگروه اقدام که راه افتاده، سایه تحریما هم که هر روز داره پررنگتر میشه، حالا تو هی فندک بکش و شعار بده. فندک اصلی دست ملت آقا جون. بله، دست ملت، و میخوان ریش و عبا و عمامه این آخونده رو آتیش بزنن. آخرش چی؟